سلام عزیزان، در خدمتتون هستم با آموزش شلوار پیلیدار که خیلی هم تو بورسه و قطعا که دوست دارین شما هم از این شلوار حتما داشته باشید. این آموزش برای افرادی که مبتدی و صفر هستن مفید نخواهد بود، چون باید رسم شلوار الگوی پایه رو و یا خودشون رسم کرده باشن یا دسترسی به الگوی آماده داشته باشن. در هر صورت ما میریم سراغ آموزشمون، چون هیچ تغییری رو الگوی پشتمون نداریم، فقط پنس پشت دوخت خواهد خورد و شلوار حالت مجلسی داره. الگوی پشت رو از کادر خارج میکنیم و میایم سراغ الگوی جلو. با توجه به اینکه این خط راستا و خط اتو شماست، مهمترین خطی که باید تو شلوار داشته باشیم. خانما خیلی از همکارا میگن که ما از 1.20 سانت برای هر سایز شلوار در میاریم. بله، بدون رعایت کردن راستای الگوتون و راستاگیری این خط با ترکه شلوار قطعاً برای سایز 52 هم میشه از 1.20 سانت شلوار در آورد، ولی با ایرادهای خیلی خیلی زیاد. به محض اینکه شخص بخواد قدم برداره، پاچه ها قبل از شخص حرکت میکنن و چرخش خواهند داشت. حالا مبحث ما زیاد این نیست، فقط من همیشه چون تاکید دارم به تمام کارآموزا که به خط راستا خط اتو دقت کنن و با ترکه موازی بذارن، اینجا دوباره طبق عادت این رو تکرار کردم براتون. مبحث ما شلوار پیلی داره و پیلی یک سویه. پیلی ها اینجور توضیح بدم بهتون، ما دو جور پیلی داریم، پیلی یک سویه و پیلی دو سویه. مبحث ما پیلی یک سویه هست. اون مقدار پیلی و تا خوردگی که میخواین تو شلوارتون در قسمت کمر ایجاد بشه رو ضرب در 2 میکنیم. برای مثال اگر من میخوام پیلی قسمت کمرم 3 سانت پیلی بخوره، باید این توی محدوده 6 سانت پیلی رو باز بکنم. خب برای این کار اول می محدوده‌ای که شلوار پیلی داره، یعنی اون فضا رو برداشته رو مشخص میکنیم. برای مثال فرض کنیم پیلی ما تا این محدوده اومده. من اینجا یک خط به موازات خط فاق یا خط زانو خط باسن اینجا ایجاد میکنم. در اصل پیلی ما تا اینجا آزادی خواهد داشت، ما بقیه قسمت شلوار تنخور حالت مجلسی رو خواهد داشت. از این قسمت چند سانت بالا میرید، حدوداً یه 4-5 سانت بالا میرید و 2 تا خط به کنجهای این محدوده رسم میکنید به این شکل و میاد نگاه کنید به این شکل روی خط بود. برگردم تصویر واضح باشه. ببینید اینجا محدودی که من میخوام پیلی داشته باشم، از اینجا چند سانت بالا رفتم و 2 خط به این کنجها الیب کشیدم. با قیچی از خط راستا شروع میکنم به قیچی زدن و اینها رو به هر 2 سو قیچی میزنم. ببینید خانما، من این قسمت رو به انتها رسوندم ولی از هم جدا نکردم. در اصل به 0 میرسونید این قیچیاتون رو، ولی به انتها نه. میاید توی مرحله این قسمت، زیر این قسمت رو کاغذ الگو میچسبونید و مهمترین چیز که باید دقت کنید اینه که اینها رو خیلی قرینه از هم دور کنید، یعنی کجی اینجا ایجاد نشه. یعنی امتداد این خط راستای خط اتو باید روی کاغذ طراحی بشه و شما به میزانی که میخواین پیلیتون آزاد بشه این 2 لبه کاغذ رو از هم دور میکنید به این شکل. من از قبل براتون آماده کردم. قیچی ها رو زدیم، خط راستا رو امتداد دادیم و آزادی که مد نظر ماست، ببینید X اینجاست، یعنی محدوده‌ای که قراره تا بخوره. فقط به این نکته دقت کنید، وقتی که این 2 تکه الگو از هم جدا میشن، این فضایی که اینجا ایجاد میشه باعث میشه این کمر ما از حالت صاف بودن در بیاد و یک قوس برداره. و اگر این قوس اینجا نباشه یا این رو حذف کنید، ایستای پیلیتون خیلی ناجور و نامرتب خواهد بود.
الان با توجه به اینکه مدل شما الان پیلی به کدوم سو هستش، ما پیلی رو میبندیم به این شکل و الگو به حالت شلوار پیلیدار مجلسی در میاد. خب خانم، 2 تا راه برای حذف پنس داریم. میتونید پنس رو از پهلو حذف کنید، رد کنید. میتونید یک مقدار بیشتر به این پیلیتون اضافه کنید که من خودم توصیه میکنم شما این مقدار پنس رو از پهلو رد کنید اگر اینکه شلوارتون الگوی پنس دار باشه. یه سری الگو هستن که اصلا قسمت جلوی الگوشون پنسی ندارن و اونجا هیچ مشکلی نخواهید داشت. و دوباره دارم تاکید میکنم قرار دادن این الگو و همچنین الگوی پشت شما باید به این شکل روی راستاها باشه. یعنی وقتی اینا روی پارچه قرار میدید باید این 2 تا راستا با هم موازی باشن و با ترکه و دولای بست پارچه مجددا موازی باشن. چه بسا همکارایی که میگن ما میتونیم از 1.20 متر برای بزرگترین سایزها هم شلوار برش بزنیم، دوخت بزنیم. بله ممکنه، ولی فقط تحت یک شرایط، بدون رعایت کردن راستاها. و این یعنی چی؟ یعنی پیچش و چرخش دمپای شلوار وقتی که صاحب شلوار داره قدم میزنه. پس بی حساب و کتاب نیست که متراژ دقیق باید به نسبت سایز مشتری بدیم. یعنی من برای سایز 42 و 52 نمیتونم برای هر جفت این اشخاص از 1.20 متر شلوار برش بزنم.